ورزش هوازی بهتره یا قدرتی؟ کدوم زودتر ما را لاغر میکنه؟ برای رسیدن به وزن ایدئال در کنار تغذیه سالم باید ورزش کنیم. اما خیلی از افراد نمیدونن چه ورزشی انجام بدن، ورزش قدرتی یا هوازی. ورزش هوازی سیستم قلبی عروقی شما را تقویت میکنه و باعث بالا رفتن متابولیسم در بدن میشه. ورزش‌های هوازی مثل شنا، رقصیدن، دویدن با گام‌های آهسته، دوچرخه سواری و دویدن روی پله، پروانه زدن و طناب زدن. ورزش قدرتی به تقویت عضلات بدن کمک میکنه. تمرینات قدرتی مثل کار با دمبل، هالتر، کش، دستگاه‌های بدنسازی میشه. هرچی سن ما بیشتر میشه، هورمون رشد تو بدن کاهش پیدا میکنه و همین باعث آب شدن عضله تو بدن ما میشه. تمرین با کش و وزنه باعث میشه بافت عضلانیمون را حفظ کنیم و عضلاتمون را بسازیم. کالری سوزی کدوم بیشتره؟ تمرینات کاردیو یا هوازی کالری سوزی زیادی داره و میتونه به کاهش وزن شما در مدت کوتاهی کمک کنه، اما تمرینات قدرتی در طولانی مدت از کاهش چربی پشتیبانی بهتری میکنه. این تمرینات باعث بالا رفتن متابولیسم در بدن میشه و همین به کاهش وزن شما کمک میکنه. یک دور ورزش قدرتی به اندازه ورزش هوازی کالری سوزی نمیکنه، اما مزایای بسیاری داره. قطعاً برای ساخت عضله باید تمرینات قدرتی انجام بدید، چون عضلات در حالت استراحت نسبت به دیگر بافت‌های بدن از جمله چربی‌ها کالری سوزی بیشتری داره. در واقع تا 38 ساعت بعد از انجام تمرینات هوازی کالری سوزی انجام میشه، اما در تمرینات قدرتی تا ساعت‌ها یا روزها بعد از انجامش هم کالری سوزی انجام میشه. مزیت‌های تمرینات هوازی: تمرینات هوازی با شدت پایین به کاهش استرس کمک میکنه. مثل پیاده روی یا دویدن، محققان معتقدند پیاده روی در طبیعت اضطراب و کاهش میده. انجام تمرینات هوازی باعث بالا رفتن ضربان قلب و تنفس برای مدت طولانی میشه و خطر ابتلا به بعضی از سرطان‌ها، دیابت، افسردگی، بیماری‌های قلبی عروقی و پوکی استخوان را کاهش میده. مزایای استفاده از تمرینات قدرتی: با انجام ورزش‌های قدرتی از تحلیل رفتن استخوانات جلوگیری میشه. بی تحرکی، یک جانشینی، زنانی که به یائسگی میرسن بیشتر در معرض تحلیل رفتن استخوانشون هستن. دیابت نوع 2، فشار خون بالا، سطح ناسالم کلسترول، برای درمان این بیماری‌ها انجام تمرینات قدرتی لازمه. تمرینات قدرتی باعث افزایش حجم عضله میشه و به بالا رفتن آمادگی جسمانی افراد کمک میکنه. تمرینات قدرتی برای همه کاربردی، مخصوصا افراد چاق. این تمرینات باعث عملکرد بهتر مغز میشه و از طرف دیگه باعث کاهش کمردرد، آرتروز و بیماری‌های قلبی میشه و به تعادل و قدرت بدنی شما کمک میکنه. در تمرینات قدرتی به مرور با سنگین کردن وزنه‌ها به قوی شدن بدن خودتون کمک میکنید. در این تمرینات هایپرتروفی عضله اتفاق میفته، یعنی با تنشی که به عضلات وارد میشه باعث رشد بهتر عضله میشه. برای کاهش وزن بهتر استفاده از تمرینات هوازی قدرتی در برنامه خوده. حرکات هوازی به چربی سوزی کاهش وزنتون کمک میکنه و از طرف دیگه با انجام تمرینات قدرتی عضله سازی میکنید و مانع شلی پوستتون میشید. ولی شرایط فردی هر کس رو باید در نظر گرفت. برای مشاهده ویدیوهای ورزشی ما سابسکرایب کنید.